سلام، امروز میخوام براتون یه کیک سیب و گردو درست کنم. مواد رو تو کپشن براتون مینویسم. خب من از سیب سبز استفاده کردم چون یه ملسی خاصی به کیک اون به طعم کیک میده. اول پوستش رو کامل میگیریم که بعد بتونیم به صورت مربعی خوردش کنیم. به همین صورت که توی تصویر میبینید سیب رو مربعی خوردش میکنیم. بعدش دارچین رو بهش اضافه میکنم. من یه مقدار به خاطر اینکه اون طعم ملسی رو بده، چون سیب ترش میدونی که سیب سبز ترشه، یه مقدار شکر قهوه‌ای هم بهش اضافه کردم و گذاشتم که یه مقدار استراحت بکنه. تخم مرغ، وانیل و شکر رو اضافه میکنیم. تخم مرغ و شکر و وانیل رو تا حدی میزنیم که کرم بشه و یه مقدار کش بیاد. شیر و روغن رو بهش اضافه میکنیم. بیکینگ پودر رو آرد رو با هم مخلوط میکنیم. من روی مواد توی 2 مرحله علک کردم. با لیسک آرد رو فولدش میکنیم. مواد رو توی قالبمون میریزیم. سیبا و دارچین رو که قبلا آماده کرده بودیم به همراه گردو به روی موادمون اضافهش میکنیم. توی دمای 180 درجه حدود 20 تا 25 دقیقه میذاریم که بپزه. روش رو من با شکلات تزیین کردم و در نهایت کیک سیب و گردوی من آماده شد. اگر دوست داشتید با لایک و سابسکرایب میتونید حمایت کنید پست و مرسی.